در شهر شمالی بنوی پاکستان بمبی که در موتورسیکل پنهان کرده بودند 3 فرد ملکی را در کنار یک پایگاه پلیس مجروح نمود. شهر بنو در نزدیکی‌های ولایت شمال وزیرستان جایگیر بوده و صدها هزار شهروندی که با شروع عملیات ارتشی پاکستان بر ضد طالبان فرار کرده اند پناهگاه داده است. عملیات ارتشی پاکستان در شمال وزیرستان ماه ایون آغاز یافته بود. در ارمنستان هیئت کارگران مؤسسه خیمیوی که معاش 2 ساله‌شان را تقاضا دارند در یریون با سروزیر این کشور هاویک ابراهامیان ملاقات کرد. صدها کارگر دیگر در بیرون منتظر نتیجه مذاکرات بودند. بعض اعتراضگران به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند امید دارند که تا سال نو میلادی حداقل معاش 1 ماهه‌شان را به دست خواهند آورد. در کابل گروه مبارزه با فساد با نام اینتگریتی واچ گفته است حکومت نو افغانستان باید منصبداران رشوه‌خوار را مجازات کند. نماینده پرزیدنت افغانستان هم در یک نشست مطبوعاتی تاکید کرد که رئیس جمهور اشرف غنی هدف دارد به فساد مبارزه جدی راه اندازی نماید. همچنین در کابل یک نمایشگاه هنری بخشیده به روز مبارزه با فساد برپا شد. در قرقیزستان قانونگذاران، فعالان جامعه شهروندی و دیپلمات‌های خارجی به خاطر ارزیابی نظام پارلمانتی این کشور جمع آمده برگزار نمودند. سال 2010 بعد انقلاب به اصطلاح لالگی در قرقیزستان جای نظام پرزیدنتی دولتداری را نظام پارلمانتی اشغال کرد. در قرقیزستان که یگانه جمهوری پارلمانتی آسیای مرکزی می باشد، انتخابات پارلمانتی در سال 2015 دایر می شود.